Ulu Tanrı'nın adıyla انصاف علی هدایت هستم و با برنامه فکر کنم 53 البته متاسفانه من این برنامه قبلی که 2 دقیقه قبل بود این رو دیلیتش کردم، نمیدونم چرا اشتباهی شد و این دیلیت شد و امیدوارم بتونم تو یوتیوب برگردونم. در اینستاگرام هستش، اگر مجبور باشم اون رو دانلود میکنم و به یوتیوب آپلود میکنم، اما حیف شد این. به هر حال بگذاریم بریم سراغ کتاب امروز. وقت و فرصت هم کم دارم، باید برم سر کار. اسمش بود مکارم اخلاق. ببینیم اخلاق چیه. من شخصا با اخلاق مخالفم، یعنی اخلاق مفهومی که به ما آموزش دادن رو قبول ندارم. اما بریم ببینیم اینجا در مورد اخلاق چی میگه. این کتاب رو اول با خودش از نظر فیزیکی یه مقدار آشنا بشیم، ببینیم این کتاب چی هست. این کتاب رو داریم میبینیم اخلاق علایی. اسم نویسنده احتمالا باشه، ولی اینجا اسماعیل افندی پلازر. این هم در کتابخانه سلیمانی هستش و اینجا هم یه چیزی نوشته شده، احتمالا کپی این قسمت ها اومده اینجا افتاده. حالا اینجا یه چیزی در مورد زید ملک akçesini اون bir bucağa muamele şer'iyle eyle ve her bir caiz olur mi beyan buyurur مثال اوله. حالا این داره در مورد مثال میزنه که مثلا چه شکلی باید. حالا کتاب اینجا با مباحث کتاب روبرو هستیم، یعنی فهرست کتاب رو می‌بینیم. هازا فهرست کتاب اخلاق پسندیده آفاق. اسم کتاب رو اینجوری گذاشته، کتاب اخلاق پسندیده آفاق، ولی این بالا یه چیز دیگه گفته بوده، اخلاق علایی. اسماعیل افندی. این کتاب 308 صفحه، آخرین مطلبش رو در اینجا نوشته و اینجا میبینیم بعد از اون یه مقدار اینجا مطلب در بیان خاتمه کتاب. حالا اینجا مطلب در بیان تجربه صدیق، مطلب در بیان طبقات ناس. اینجا در صفحه 312 313 و وصایا و مواعظ 320. هنوز صفحات یعنی ادامه داره. اینجا هم که میبینیم داره یک چیزای زیادی رو خوشخط نوشتن. اینجا هم یه احتمال میدم که حالت شعری داشته باشه یا شعر باشه. فقط حالا ببینیم اینجا صفحه اول، کپی صفحه اول، یعنی این کپی پشتشه افتاده اینجا. من کتب الفقیر محمد راشد کاتب حیوان همایون، دیوان همایون. حیوان نیست، من اینو حیوان خوندم نمیشه، همایون. پس محمد راشد بوده که کاتب دیوان همایون بوده. ایشون این کتاب رو خریده یا احتمالاً نوشته برای خودش، کپی کرده برای خودش. اینجا با کتاب روبرو هستیم که نقاشی شده و خطکشی شده، خوشنویسی دستی خیلی زیبا با رنگ قرمز. قطعه ها رو اصلا جدا کرده، کارهای جدید رو جدا کرده. این کتاب مکارم اخلاق، حالا اسمشو گذاشتن اینجا، در سال 976 نوشته شده، یعنی حدود 500 سال پیش این کتاب نوشته شده، حدوداً 400 خورده سال پیش این کتاب نوشته شده و 676 صفحه است. در مورد اخلاق بسیار خوب خواهد بود که ما یه تعریفی هم از اخلاق علمی داشته باشیم، فلسفی داشته باشیم، اسلامی، یک نگیم علمی، اسلامی بگیم که اخلاق که یک مسلمانی تعریف کرده یا مسلمان‌های تعریف‌های متفاوتی از اخلاق کردند هم داشته باشیم. من همینجور اینجا باز همون آدمی که این رو وقف کرده که مهرش اینجا هست و بعد ما بریم ببینیم که دیگه چی هست اگه بتونیم، چون خیلی این کتاب خیلی بلنده و فرصت من هم برای الان باید برم سر کار کم هست، اما میخوام یه چند صفحه از این کتاب رو که خیلی هم ریز نوشته و در دل هم نوشته و خوشخط نوشته، میخوام تلاش بکنم این که خط رو بخونم. اگه بتونم این خط رو بخونم خیلی عالی خواهد بود.
کلمات اولیه آدم فعلیت. اینجا هم دیگه یه چیزایی در حاشیه کتاب ببینیم که نوشته شده با خط زیبایی. کتاب در اصل خیلی خوب مونده، خیلی پاره نشده. نگاه کنید این وسط کتاب شیرازه کتاب تقریبا باز شده. اینها نخهای کتاب هستش که باز شدن و دیده میشه. ورسایای اریستوتالیس، بله، معلم اول اریستوتالیس، ارسطو ما میگیم، حالا در عربی و در قدیم اریستوتالیس میگفتن. حالا کسی که این لغت ها رو بگیم به زبانهای بومی ترجمه کرد یه ملا هادی سبزواری بود. اینجا کتاب فکر کنم تموم میشه. حالا برگردیم اول و یه چند صفحه ازش بخونیم. این قسمت رو دیدیم، حالا بیایم ببینیم که این بسم الله الرحمن الرحیمش چه شکلی شروع میشه. اخلاق الهی، اسم کتاب اصلا اخلاق الهی، چند جا هم تکرار میشه. البته مثلا یه جایی دیدیم که یه اسم دیگری گذاشته بود، اینجا دیدیم که اسم کتاب اخلاق گذاشته بود، پسندیده آفاق، حالا یه چنین چیزی گذاشته بود، ولی خود اصل متن اصلی که خودش قصد اولیش بوده اخلاق الهی بوده. در ظواهر، من حالا درر ظواهر حمد و ثنا و غرر ظواهر، این ظواهر رو معنیشو نمیدونم این چیه، ولی این ظواهر یعنی ظاهر، سپاس و ستایش که کثرت افراد فرایدن، سلک شهور و ایامدن، احتمال اجتماع و انتظام و فرات امر و آر و هو آید بنه چی و فرات امداد هو آید بنه، سر و کار بنده پرور، نه اشتباه شد، ظروف و آونه‌ی و این چی هست نمیدونم اصلا به چه زبانی هست. دفرت و فرت امر آر امداد، من اینو باید بخونم، و امداد آید یه نه، ظروف و آونه‌ی و هور و ازمنه، اینم دهور و ازمنه امکام اندراج و گنجایش علمیه، او کردگار بنده پرور و پروردگاری بخشاینده بخشایشگر، حضرت نه سزاوار و حقیق درکی کو عامل حیاکل انسانی، کو عامل، این اهلم میتونه باشه، کواهل حیاکل انسانی، خلقت لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان ایله مکرم و معزز و لباس استعداد و فضلناهم علی کثیر من خلقنا ایله، معلم و مترز ایلیوب کمال قدرت و جلال حکمت ایل روح لطیفن جسم کثیفنه ترکیب و پیوند و عالمه. حالا این جسم روح رو لطیف میدونه و جسم کثیف میدونه، ترکیب و پیوند و عالم خلق و امرده، قابلیت تحمل یار یا با تحمل بار اماتیل ممتاز، احتمال امانت لممتاز و سربلند ایلد بیت، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. این فکر کنم الان شده قرعه فال به نام من دیوانه زدن، نمیدونم این شعر در حافظ رو چیکار کردن. پس ترکیب انسان مجرد و مادیه محتوی و باقی و فانی و فانیه منتوی، المغل
طلسم رابع و برزخ جامع اولدی. قطعه خرد جانور به بهز مردم ندید، که مردم تواند به زادن رسید. بیزدان رسید، به یزدان رسید احتمالاً باشه. چنان دانی که جان بهترین گوهر است، نزین عالم از عالم دیگر است. تن او را به کردار جامع است راست، اگر بفکند ور بپوشد رواست. هی داره شعر میگه اینجاها، دوباره میره به قطعه. حالا این کتاب ظاهرا ترکیه ولی از عربی و فارسی خیلی استفاده کرده. به جان بین گرامی تن خیشتن، چو جامع که باشد گرامی به تن. نصر حالا لاجرم تخالف انواع ترکیب روح و جسد و تباین اطوار ترتیب روان کالبدون، خلق و خلق افراد انسان و قابلیات و مشارب اصناف بشرده تفاوت نام و تنافی مالا کلام نمایان و جلوگر المشتور. قطعه الحکیم ازل که سبغدن سن ظاهر اولدی طلسم نوع بشر، لاختلاف مختلف ادی قابلیت آنن بعض مایل به خیر و بعض به شر. زهی صانع حکیم و قادر علیم، که تخلقوا به اخلاق الله امرنا ممثل، و اقربکم الی احسنکم اخلاقا درجسنه متصل. اولنری نشعه دینویده زیور فضل و کلاه محلی و مزین. حالا اینجا و کلاه من دارم میخونم، حالا احتمالا نمیدونم این چی هست. محلی و مزین و عالم اخرویده، صف اهل صفاده، حشر الملرین مقرر و معین ایلدی. بیت تأمل فی التی قلبنا تجد فیها جلال الله، فنعم الرب و مولا و المولا تعالی الله. هنوز ادامه داره. و غمایم سیبات، صلوات طیبات و جداول تسنیمات، رکبات و تسلیمات. اول حاوی سبل و خاتم رسول اودی. اول هادی سبل و خاتم رسول، جنابنه شایسته و خلیق درچی، تفضیل صفات سعادت سماتی چون نقص آنون لعلی خلق عظیم منزل، و ذات رسالت صفاتی تکمیل دائره وجود و تتمیم مکارم اخلاقی چون مبعوث و مراد و مرسل. قطعه محمد که حالا داره فعلا تا اینجا متوجه نشدیم چی میخواد بکنه، و اینجا فقط یه جایی رسیدیم که برای اینکه اخلاق خوب داشته باشید باید اخلاق خدا رو داشته باشید. حالا اینجا اونم هست. قطعه محمد که جان وردی نطق مسیحا، چون اتقدوم شریفین بشارت، جزو گاشنه سن رمز و ایمان، سات و نون رمز ایمان، خم زلفنه نقش حامیم اشارت. قطعه هی داره میخواد یه چیزی رو بگه، داره هی شاهد از این ور اون ور میاره، میخواد بگه که اینجوریه. بذار ببینیم که
ذکر محامد و نشر مداحی حضرت خلافت پناهی، سعادت دستگاهی، خلد الله تعالی سلطانه و افاظ علی العالمین احسانه، چون غره کتاب لوامع حمد بی حساب، ملک وهاب تصدیری له غرا و طره خطاب، روایه نعت جناب رسالت، معاب تحریر ایله مترا اولدی لایق اولدور کی بو نو آمده عالم غیبون سری، افسر مد پادشاه اسلام له آسمان سای، و بو تازه رسیده جهان لاریبن افسری، گوهر وصف پناه دین سید الانام له جهان آرای اوله قطعه، چون نی خامه شد انگشت نمای. اینجا صفرا سازی توحید خدای، اینو نمیدونم این کلمه چی هست، خیلی عجیب نوشته. دلگشا رمز دیگر، دلگشا زمزمه دیگر ساخت، پرده نعمت پیغمبر پرداخت، چو این زمزمه کوتاه کسنلر، که سنا گستری شاه کند. زیرا اصحاب عقول متطابق و ارباب نقول متوافق لردر، دائما دین و دولت تو امان، و همای شرع و دین بی حمایت تیغ سلاطین بی امن و امان در. اگر جویبار شمشیر شاهی و باران تیر سلطان دین پناهی ایله بوستان شرع تازه و نمکین علمیه، تا به نکبای اعدای دین و سموم هجوم کفار و ملحدین ایله بی برک و نوا المسی مقرر. و اگر تاب آفتاب عدل و سیاست و نسیم انبر شمیم حفظ و حراست، جانب آسمان دولت آشیان سلطان سعادت نشاندن و اصل علمی واصل علمیه، بوستان دینی و ایمانه گل ریحانی سبزه، و زمیر اهل عرفان شکفته و خندان علمق معتذر در. حالا بذارید ببینیم یه جایی میرسیم که این بگه بالاخره چی میخواد بگه، که ملک جهان فانی ذل زائل ایدوکن، ذل زائل ایدوکن معلوم، و ملک باقی مضموم اتمیشلر در. عادت جمیله و سیرت حمیده و خلق خوی و خوی نیکولری اولدر کی، کمر سعی و اجتهادی میان جانه مشدود و در ظلم و ضلالتی در مشدود و در. احتمالا اینجا ور رو حالا یه چیز قرمزی گذاشتی که احتمالا مثلا نمیدونم شاید نباید حسابش کرد. در ظلم و ضلالتی شهرستان دین üzere مسدود، حفظ و حراست ممالک اسلام و اخذ و فتح دیار کفار و ملاحده لعام، و قلع و جمع ارباب فتنه و فساد، و دفع و رفع اصحاب بغی و عناد، رفع قدر عابدان و عالمان و دفع ظلم مفسدان و ظالمان. اتمهی کندولره شعار روزگار ادب، bu جهان فانیده نام نیک و دیگر جمیلری مخلد و باقی و حیات باقیده مناشیر یشیرهم ربهم
برحمت منه و رضوان روح پرفتوحلرینه. حالا اینجا خط زده پرور احتمالا نوشته بود، روح پرور فتوحلر، حالا اینجا نمیشه، روح فتوحلرینه ملایی اولور. حالا دوستان دارید میبینید که کتاب معجونی از ترکی و فارسی و عربی هست. آدم میخواد بگه، این آدم میخواد بگه من خیلی باسوادم، در 3 زبان میتونم چیز بکنم، حرف من حرف چیز هست. من تلاش کردم اینها رو بخونم ببینم در چه، بالاخره این آدم میگه که این کتاب رو به امر چه کسی هی داره پادشاه دین و پادشاه شهریار سعادت، دستگاه خداوند پادشاهان عالم و پادشاه خدا و خداوندان بنی آدم و شهریار جهان سروری و کامران دربار رعیت و پروری جهان باقی در یکدانه درج شاهی نجم جهان افروز برج جهان. اینا رو برای کی داره میگه؟ اینو میخوام ببینم که اینها رو افروز بی برج جهان پناهی خلاصی عالم کن فکانه در در دریای وجود گوهر کانه امکان گوهر کان امکان ما هی اناس کفر و الفساد و جنت الدین حامی اجناس الخلق و العباد ان ایبی المعتدین سلطان مغربین و المشرقین ظل الله تعالی فی الخافقین خادم الحرمین شریفین ناظم قلاید الکرم علی الاجیاد الاجناد و رعایا ناشر فراید نعم علی رؤوس الافراد و البرایا معز الدنیا و الدین غیاس الاسلام و المسلمین زبدة السلاطین آل عثمان بل زبده سلاطین علی الاطلاق سلطان العرب و العجم و الروم و الشام و العراق از سلطان سلیمان خان ابن سلطان سلیم خان ابن سلطان بایزید خان ملک الله تعالی من خرم له و صدقه یا خدم له من ملک الله تعالی من خدم له و صدقه و اهلک من عذر به و خانه حضرتنا خاصه فرات قدسی صفات و سمات عنصر ملک سیماسی در. حالا متوجه شدیم بالاخره این 3-4 صفحه‌ای که خوندیم آقا جان، 6 صفحه، این 6 صفحه‌ای که خوندیم رسیدیم به اینجا نشون داد که این کتاب رو به فرمان غیاث الاسلام و المسلمین زبدة السلاطین آل عثمان بل زبدة السلاطین علی الاطلاق سلطان العرب عجم روم و شام و عراق سلطان سلیمان خان به فرمان این سلطان سلیمان، همون که فکر میکنم قانونیه این باید باشه، ابن سلطان سلیم خان ابن سلطان بایزید خان. حالا این دیگه پدراشو گفتش که تا مشخص بشه این سلطان سلیمان کدوم سلطان سلیمانه. البته ما اینو بنویسیم حالا میتونیم از گوگل در بیاریم که این کدوم سلیمانه، ممکنه که سلیمان ثانی باشه و اینا. حالا اینجا در نظم شه معدلت پرور و دین پناه ملک دستگاه و ملک بارگاه مدار المعالی ملاذ الامم ولی العبادی مفیز و نعم زهی سایه حق چه خلق زمین اونون سایسینده زماندان امین یاغر فیض کفیل باران جود یاغر فیض کفیل باران جود اولور تازه آندن ریاض وجود سر تیغی کم کفره صدر در حدید آنون وصفی در فیه با بعث شدید زهی پادشاه دین پرور و شهریار دادگستر که تمامت ربع مسکونده استعلای
لوای اسلام و استیلای علای شرع سید الانام. الان ممالک محروسه حضرت نه، ببینید اونجا ممالک محروسه بوده، ممالک محروسه حضرت نه مخصوص و دوام دولت و دودمان مبارک و بقای سلطنت خجستسی تا قیامت تا قیام قیامت. حدیث شریف لا یزال طائفتون من اهل العرب طاهرین علی الحق حتی تقوم الساعه، مضمونی ایل مقرر و منصوص دور. حالا مشخص که این کتاب مجموعی از چیز هستش، از عربی و ترکی و فارسی این رو نوشته. شعر هم خیلی زیاد داره، از هر سه زبان استفاده کرده در نوشتن این کتاب. من میخواستم ببینم یه تعریفی از عدالت داده یا نه، ولی فرصت نمی کنیم که این رو ادامه بدیم. بذارید بریم صفحه آخر، من دیگه این وقت داره تموم میشه، باید پاشم برم سر کار. این کتاب رو کاش بیشتر وقت میذاشتیم، برای اینکه کتابی بسیار جالبی هست برای من. اینجا یه چیزی نوشته 919 دوباره 979 احتمالاً اینها مربوط به علاءالدین علاءالدین ابن علی ابن محمد. حالا اینا هم یه چیزایی در این باره هستش. ببینیم صفحه آخر رو اگر شد بخونیم و کتاب رو تموم بکنیم. ذیل خاتمة الخواتم. وصیة الولی الامین سلطان العرفاء برهان العاشقین مولانا جلال الدین و الدین جلال الملت و الدین محمد بلخی ثم القنوی المشهور بین الاولیاء الکبار به مولانا خداوندگار قدس الله تعالی سره الذی هو سر الاسرار و هی هذه اوصیکم به تقوی الله فی السر و العلانیه و به قلت الطعام و قلت منام و قلت الکلام و هجر المعاصی و الآثام و حالا اینا دیگه ببین و مواظبت الصیام و دوام القیام و ترک الشهوات علی الدوام و احتمال الجفاء من جمیع الانام و ترک مجالست السفهاء و العوام و مصاحبت الصالحین الکرام و ان خیر الناس من ینفع الناس و خیر الکرامه به اقل و دل. بید سرز هوا تافتن از سروریست، ترک هوا قوت پیغمبری است و الحمدلله و تعالی وحده و الصلاة علی من لا نبی بعد. چون زمان ایدی که شاخنامه این خیلی جالبه، تحریک بنان ایله بوستان تقریر و بیان ده ثمره افشان ایدی وقت اولدی که مقلمه فراغت ده استراحت اتمامه واصل و نچه ارصدا ایده که حالا اینجا عهد ایده که تیغ زمان معرکه ابلاغ و تبیان ده لامع و رخشان ایده. زمان گلدی که نیام دهان ده نیام اختتام آنا حاصل اوله و تقصیرات و زلاتی و وزلاتی چه قصور و قلت بزاعه و فتور و کسرت اصناعه مزون صادر المشتور عرفای ناظرین و جلسای حاضرین خدمت لرندن دامن افویل مستور علوب و دیده تعنیل منظور علمت رجا ادرس و سلسله کلامی حمد و ثنای ملک علام و صلات و سلام خواجه یوم القیام و آل و اصحاب کرام و دعای دولت پادشاه اسلام ایله ختم و اتمام ایله دوست و سواددن بیازه نقل و انتحاز اول ساعت اولدی که رابعه نهار جمعه. خب این حالا داره میگه
چیز داره تاریخ رو میگه. oldu که رابعه چهارمین نهار جمعه، روز جمعه، خامس اشرین سفر، اینها رو نمیتونم بگم، یعنی خامس اشرین میشه 25 سفر سنه سلس و سبعین و تسعمائه 773. این کتاب در 773 نوشته شده دوستان. 773. بذارید اینو محاسبه بکنیم. کلکولیت 1446 منهای 773 گفت نه 773 ایداد چی شد؟ 673 سال پیش این کتاب رو نوشته. خب ترکیبی از 3 زبان هست. مع والله تعالی نعم المستعان و علیه التکلان انه مفضل منعم حنان سلطان دیان تمت رسالت و مجموع مکارم الاخلاق. حالا اینجا اسم کتاب رو گذاشته، برگردون گفت گذاشت مکارم. این آدم چند بار اسم کتاب رو عوض کرده. به اون الملک الخلاق ان ید از افل عباد، خدا چه حالا معرفی میکنه، ان ید از افل عباد المحتاج الى رحمت رب العباد و لشفاعت افسح من نطق بالزاد محمد ابن محمد العفیفی. اسمش محمد، پدرش هم محمد عفیفی بوده. غفر الله. حالا اینجا دیگه ذنوب هما حرر فی الیوم الثالث، یا حرر، این من دارم میگم، فی الیوم الثالث من شهر ذوالقعده الشریفه من شهور سنه 13 و الف من الهجره النبویه المصطفویه علی صاحبها افضل الصلات. و خب این آدم، این آخری رو، اون کسی که رونوشت کرده کتاب رو تاریخ گذاشته، چون که این میگه اون نویسنده بالا که محمد ابن محمد العفیفی بود، حالا این میگه که هر رفع این من تحریر کردم، رو نویسی کردم فی الیوم الثالث از شهر ذوالقعده، در روز سوم ماه ذوالقعده شریف، از من شهور سنه، از ماه سال چه سالی؟ سنه سلسل عشره و الف 1013. دارم اینجوری میخونم، در 1013 سنه سلسل عشره و الف 1013. من دارم اینجوری میخونم. من الهجرت النبویت المصطفویه علی صاحبها، صاحبش کتاب یکی از دیگه، این داره چیز میکنه، افضل الصلات و اکمل التحیه. خب این کتاب رو دوستان خوندیم، یه مقدار آشنا شدیم. من از اولش یه حدودا 4-5 صفحه خوندم، از آخرش هم یک حدودا 2 صفحه رو خوندیم. به نظر من کتاب با آنکه خیلی تو دل هم نوشته شده، ولی چون از نقاط مثل ویرگول و نقطه استفاده کرده برای جدا کردن جایی که نفس بکشید و کتاب رو به حالت یک بگیم که حالت شعری نوشته، یعنی کلمات تلاش کرده که کلمات وزن داشته باشن، جملات کوتاه و هموزن. در نتیجه کمک زیادی میکنه به اینکه آدم مفهوم رو بگیره. البته اینجا یه جای دیگه هم هستش، خاتمه الخاتمه، اینم خاتمه هستش، کشکش اینم میخوندیم ببینیم که چه چیزایی هستش، نخوندیم ببینیم اینجا چیه. بیر حجر ای اسکندر عدل صفات الهی مرن بر صفت ورن بر صفت در و آسمان زمین عدل دایر و قائم در و انبیا. و این معتقده که حالا در مورد عدالت هیچ چیز نخوندیم، این کتاب در مورد اخلاقه، ولی اینجا در مورد عدالت یه جمله میگه آسمان زمین بر اساس عدالت برقرار شدن. اینجا یک تعریف بسیار عام و کلی از عدالت داده که به معنی روابط و ضوابط فیما بین
کرات آسمانی، کواکب و اینا که مثلا به چیز همدیگه نمیرن، دایره گردش همدیگه چیز نمیکنن. حالا من میخواستم ببینم اینجا یه اسم دیگری ممکنه آورده باشه، اونو میخواستم ببینم که اینجا چی میگه. دائر و قائم دور و انبیاء عدل مبعوث و انبیاء عدل مبعوث olmuşlardır و عدل صورت عقل دور. ببین اینجا خیلی تو اسلام به عدل چیز میکردن، صورت عقل دور و عدل مالک قلوب و عدل مالک قلوب و رقاب olmak olur. اهل هنر درلر چی؟ اهل این هنر چی هستش؟ درler که عدل سلطان حسب زماندن یکدür. نمیدونم این یعنی چی. و سلطان عادل متر و ابل دن انفعدür. او سلطان عادل متر باران و ابل şotordan enfa'dur. Bir Hacer üzere Süryani خط ile yazmışlar. بر روی یه سنگی به خط سریانی نوشتن که ملکل عادلی iki beraberdirler. Meleke ile adl iki beraberdirler ki birinden müstagni değillerdir. Ba'dehu demiş ki esbab nizam alemin birine irtibatini bir dairede vaz eyledim ki evvela sebabın tevali ve teşabüki mahsus ve müşahid ola ve bu kitabın zübdesi ve metalibinin hülasesi bu dairededir. Eğer bu daireden gayri nesne göndersem kafi ve vafi idi. Allah میگه حالا یه دایره کشیدم، این دایره متاسفانه یه بخشیش از بین رفته. میگه که این دایره برای همه چیز کافیه برای این کتاب. به هر حال کاش میتونستیم این رو هم بخونیم، ولی فرصت میخواد که من باید مرخص شم و برم. امیدوارم که یه روز دیگه بتونم این کتاب رو ازش یک صفحات بیشتری رو بخونم. خوندنش برام راحت بود، یکی دو تا کلمه رو باهاش مشکل پیدا کردم، ولی به نظرم اومد که این خط رو هم تونستم بخونم. خیلی خوشحالم. خدا رو تشکر میکنم ازش که این امکان رو و این امکانات رو برای من فراهم کرد که من در یک زمینی تلاش بکنم خودم رو ارتقا بدم. خب به امید دیدار در روز دیگر. خدا نگهدار.